آقای مامور چی شد؟ با ما خبر رسوندن که سنم عدلی در اینجا پنهان است. برای همین باز تفتیش میکنیم. سنم عدلی شما چه میگوید؟ او در اینجا نیست. هیچ کس نیست. گوش کنید خانم، اگر گریزا رو پنهان میکنید شما را هم برای این جزا میدهیم. این دویوم مراتب است که میآییم. بار سیوم مجبور میشیم شما رو به شوکه بریم. رفت جو نکن رفت. خیلی مادر جون. خدایا آنها رو در پناهت نگاه دار. اما که قربان نعمت است دخترم. نان هم نعمت است، کاغذ هم. نعمت کلان میده نمی شود. آن را در تکی پای مال کردن گناه است. نان نعمت دارد، کاغذ این دارد. نعمت او علم است برای حرمتش. علیه دخترم، چه دردی داری که آبی چشم میریزی؟ دردی سخت داری؟ بیا صدیقه، انا به خانه رسیدیم. بیا. خانم خالی باشه چی میشود؟ در خانه خالی چیکار میکنن؟ زیق نشو صدیقه، زیق نشو. همش میگذرن، به عقلی میکنن، عقلشون میدراین، میآین، باز خانه پر میشون. پیرو بیا، التماس به من کمک کنه. مایلش صدیقه، مایلش. اکای حمزه به من کمک کنید. التماس کلینم رو بیارید، نگذارید که یک عائله ویران شود. سنم رو خلاص کنید. خدایا این چی بلایی بود که به سرم آمد؟ غم بالای غم، دیگر طاقت کرده نمیتونم. صدیقه بس، خود رو به دست گیر. به خدا اگر بس نکنی باز دیلت میزنن. چی نگاه میکنی حمزه؟ من هیچ چیز نگفتم. رفتیم ماشین، رفتیم. راه گرد. کجا که؟ راه گرد گفتم رفتیم. در این دنیا مادر این خود یک هستی بزرگ است. در زیر این آسمان دستی مادر از همه بلند است. بیهوده نگفتند که جنت زیر پای مادران است. در قرآن کریم آمده است که خداوند به مادران چنان بزرگی داده است که و بزرگترین سلطانی روی عالم نداده است. سلطان و گدا پیش مادر هیچند. یک شب آن رنج که مادر کشید در دو جهانش نتوان برکشید. راستش را دانستن خواهی اگر گوش کن. کسی که در زیر پای مادر جای خود را نمی یابد، تاج دولت به اوی هیچ چیز نمی آورد. یک حکایه مشهور است، میدانی؟ یک پسری بدبخت مادری مظلومش را برای کشتن میبرد. مادر از دست پسرش چه عذابی که آید راضی است. سرش را در نزد پسرش خم میکند. خدایا خداوندا، مادر بودن چه چیز است؟ اگر کسی فرزندش را رنجاند مثل شیر بر او در میافتد. لیکن شمشیری که پسرش برای کشتنش میبردارد سرش را خم میکند. همون فرزند ظالم مادرش را با شمشیر میزند و وقتی که ناخواست دستش را میبرد دلی مادر فریاد میکند آه پسرم درد یافتی. دلی مادر همین است. علیه چی کاری که کنی تو را فراموش نمی کنن. گریختن حل یگان کار نیست. برای بدبختی های دیگران را گناهگار کنی خوب نیست.
باید مبارزه برد عزیزم تا حق به حقدار برسد. اکا با کجایی خیلی دوی دکتر با شما میگویم اکا همزا همیان رو ده. چی گفته دکا؟ همیان رو گفتم، همیان رو. وای که همیان خالیست؟ به خدا این وقتا در دکان کار کم است. بحران اقتصادی اکا، اقتصادی اقتصادی آخر. از تو دکان و بحران نمیپرسم، همیانت رو ده گفتم. هاشم اکا چی کار میکنید؟ اینقدر بس است به فکرم. اینقدر پول رو چی کار میکنید اکا؟ حاضر میبینی، از پس من بیا. پول جان خویم پول ها اکا شاید لازم نبود اگیز اکا جان همزه اکا خدایا من چی کار کردم؟ مکتبم رو طلبه هایم رو چقدر یاد کردم. اکا نباشد پول رو با یگان کس میدید؟ ایشیل؟ ما این پول رو گیر، برای خودت راه گیرا کن، بعد دفع شو رو از این محله. خانه کس رو ویران نکن. اکا اینقدر بسیار نیست؟ از پشت فکر دیگر ندارم، با تو بگاه وقت دیگر تو رو در این محله نبینیم، فهمیدی؟ رفتیم. من دو کوچه پایان رو دیدم، هیچ کس نیست. کوچه های بالا رو هم دیدم لوزیم. رفتیم. انا ببین معلمم معلمم ما شما رو یاد کردیم معلمم رفتیم. شما هیچ کس رو نکشته اید امیتر نه معلمم؟ ما شما رو خیلی شما گریه مکنید ما شما رو دوست می‌داریم. شما معلمای خوب هستید. تو رو زحمت دادم. روز بخیر معلم. روز بخیر. روز بخیر معلم. روز بخیر. روز بخیر بچه ها. اکا چرا این پول رو با او دادیم؟ وی زن نمی روند، پیسرم رو سر نمی گید، بفایده دادیم، رفته پول های من رو میگیریم. راگر داشته. پدر، عمک. ایشیل. من از اون زنهایی نیستم که خودشان را میفروشند. برای است جدا شدن به من پول دادن. بس اکنون طاقت ندارم از حد گذرانیدن. من هم ناموز دارم. ایشیل گوش کن، تو به هیچ کجا نمی روی. تو نمیفهمی اگر روی خواستیانه ها می شود. باز کمی صبر کن. با تو وعده می دهم تو رو هیچ وقت شرمنده نمی کنم. تو رو صاحبی می کنم. باور کن تو رو سلطانی خانه می کنم. باور کن.
پولها را با آنها برمیگردانم. تو مرا گوش نمیکنی؟ مرا گوش کن. خدایا این آواز کیست؟ دقت کن. من تو رو جزا میدیم. جزا دادن گیرید. گوش کن. اگر یک بار دیگر همین خیل گوش کن، میدونی چی کار میکنم من؟ تو رو سروت ایستا. شما کیستید؟ در صنف من چیکار میکنید؟ چی حق دارید طلبه مرا جنگ میکنید؟ کنی زود از صنف من برایید. با کی گفتم؟ برایید. آروم کی میاد دکا؟ شاید بگو بیاید. خاله‌ای در شهر بودهش بیمار بوده است. با مادرش رفت. پدر، عمک، با من کردار نشوید. من قرارم رو دادم و دیگر با ایشیل این خیلی رفتار نکنید. فکرت زود اینجا بیا. آرام شوید. فکرت پیسری من دیوانو گشتر شد. چه خیلی که میگویند دم دوزد عجلی ناگهان است که لبه صدیقه با او گفتم نمی رود. باز یک باری دیگر میگویم شد اکنون التماس زیخ نشو. انشاءالله همش خوب می شود. خیر. دختر جونم، علیه او زود زنگ میزند، تو رو میپرسد بیا به نزدش رویم. از یکی دلش بیمار شده است. باز یک باری دیگر به خاطر بچه ها، به خاطر من و خستامنت عریضت را پس گیر، شوهرت را ببخش. میترسم که ثروت به داغن مانند شود. داغن هم در خوردی بچه خوب بود و همین خیل خوب میموند اگر پدر و مادرش جدا نمی شدن. ثروت هم به داغن مانند شود، آنگاه چیکار میکنی؟ مادر جان التماس، من دیگر به وی خانه نمیروم. من این خیل شوهر ندارم. باز یک بار فکر کن دخترم. بچه ها او کی بود؟ معلم همون میشود. معلمه؟ بله امروز به مکتبمون اومدند. جناب مدیر به صنف آوردند تا اومدن شما ما رو درس دادند. نخود راست؟ یعنی وی معلمه بود؟ ثروت با او گپ گردون معلم. معلمه وظیفه خانگی را پرسیدن. ثروت باشد و من کردار نشوید گفت. ثروت خیلی وسوده است معلم. ثروت پسرم، شما پدری من نیسته. ثروت گوش کن. با من نرسه. شما پدری من نشده، مادرم رو فریب نمیداده. پدری ما میشده ما رو دوست میداشته. فرزندی بد رو نیو ما رو دوست میداشته. دیگر شما رو دوست نمیدارم. ثروت ایستا صبر کن. ثروت نه صدیقه شد اکنون. زود زنگ نزن. نخواهد نهاید. دیگر ناز هم نکند. پسرم را دیوانه کرد، اکنون تو را هم دیوانه میکند. آشی شد. باز بیهوش نشوی. آروم شو. چه خیلی که میگوین با قرخیزی با ضرر شنی. چی شد؟ با کجا؟ رفته کلین و نبیره هایم رو میارم. صدیقه عقلت رو کار فرما. بیا به خانه درا. آرام شو. حاضر صحبت میکنیم.
معلمه ببخشید. نمیدونستم که معلمه هستید. شما چه حق دارید که در نزد طلبه ها به من داد میزنید؟ با مدیر شکایت کنید. جزایم دهند روزیم. من گناهکارم. ببخشید. التماس مرا ببخشید. شما خدایا چی؟ یعقوب؟ این تویی؟ ثروت؟ پدرم رو بد نبینم. پدرم رو بد نبینم. ثروت پسرم نرسه. ثروت من رو ببخشید مادر جون. ببخشید جون مادر جون. میدونستم که در اینجا هستی، اما با این احوال افتادنت رو ببخش. رنجوندن نمیخواستم. نه مهم نیست. با چون این زندگی عادت کردم. آخر چند سال شد یکدیگر رو ندیده ایم؟ بله راست، اکنون برگشتم. مثل پدرم معلمی میکنم. بله. در این مکتب چه روزهایی که ندیدیم؟ در حقیقت آن روزها کودک بودیم. عمر صبر کن. امروز دیر بر اومدیم. همراه روی می شود؟ چرا نه؟ البته. هر دری پوشیده هم باز یک سوراخی دارد سرما. البته انسان به این دنیا آمده دری جنت را برای خود پوشید، لیکن پشیمان شده امیدی به اونجا برگشتن را کرد. خدا به هممون همین امکانیت رو داده است. از خودی کس وابسته. عمر، وقتی که به نزد درت آمدم و تو اون رو برایم پوشیدی حق بودی. من نباید اون گردنبند رو به گردنم می آویختم. من بی عقلی کردم. ببخش. آخر از اصلی گپ خبردار نبودم. نمیفهمیدم. عمر، بیا همش رو فراموش کنیم. عمر. سنم به من کمک کن عمر. شد سنم شد. آرام شو. سرما بد گپ زنی می شود. سنم ایستو. سنم ایستو. همه وقت سنم بس بوده کیست. شام بخیر خانم سرما. شام بخیر آقای تیمور. من با عیادت یک دوستم آمده بودم. تصادفاً با شما بخوردم. اجازت می دهید که شما را گسل کنم؟ همچون دوست البته. دخترم خوشت آمانت همیشه زنگ میزند. بیا دخترم التماس یک روی نکن. رفتیم. لبای گوشی رو ماند. ثروت، نرگس بیایید به خانه بیبیتون میرویم. بیو نرگس. من بچه ها رو میبرم دخترم. تو با ما میروی یا نه خودت میدانی. رفتیم. رفتیم بچه ها. رفتیم. بیبیتون شما را بیند خیلی خرسند می شود. از راستی خرسند می شود؟ مادر جان،
شما راست میگوید. شما راست میگوید. با خاطر بچه هایم او رو یک بار دیگر میبخشم. رفتیم بچه ها. رفتیم بچه ها. خیلی واهمه کردی سنم. تو یک آدم معلوماتناک هستی. میدونی که از قانون گریخته نمیشود. خیلی ترسیدم عمر، ترسیدم. هنوز یکون جزا ندادند کو. محاکمه نشده است. گریختنت بر ضرر خودت. من نگریختم. وای زن گریخت. مرا هم با خود برد. بعد پلیس رو پراند. تپانچه رو به دستم داد. خیلی ترسیدم. شد. تو فکر نکن. حاضر به شعبه پلیس میرویم. تسلیم میشوی. بعد یک ادوکات میگیریم. باور کن این بهتر است. با من باور میکنی همین دفعه عمر؟ البته باور میکنم سنم. التماس مرا تنها نگذار. تو غم نخور. بیا دیر نشده رویم. بعد پدرم از دستم خطه تخم را گرفتند و به من با حیرت نگاه کرده خندیده گفتند پسرم مادر تخم ها را در تابه می شکست. تو اینها را الکه شکسته آوردی. یعنی همه تخم ها را شکست؟ بله همش. اگر می دیدید پوستش به درونش آمیخته شده بود. تشکر. خوب شد که شما رو واخوردم وگرنه میکفیدم. به شما تشکر. من با شما یک لحظه کودکیم را به یاد آوردم. سرمه انتظار می شوم. با امید انتظار می شوم. اکنون فقط عکس ها رو نگاه میکنیم هاشیم. عکس ها رو. کسی در رو میکوبد. صدیقه شیری نکنی من نمیره من. هاشم بیا که ها آمدم. شیری نکنی بابا جان که ها آمدن. جو نکنی من این هاشم نکنی بابایش هستن. با خانه بیده رو من تو بیا حاضر من تو شیری بیدی خدا از تو راضی باشد دخترم. خدا از تو راضی باشد کلینی زیبایی. پگاه عریضه جدا شویش رو پس میگیرد. شکری خدا. چرا در نزدی در ایستاده؟ کنی مرحمت به خانه دارید. بیاید کنی به خانه دارید. خدایا هزار بار شکر. کنی مرحمت بزنید. بیا سلام. من گناه ندارم. به خدا که بیگناهم. شما نمیفهمید که کسی بیگناه رو دستگیر کرده. رفتیم. پلیس رو من نباید سرکار رو داخل. تپانچه هم در دستی باید. رفتیم سلام. کشش ها در داخل چاه است. تاریکی چاه می تواند کس را از خود به خود کند. نه هر کس تاب این تاریکی دارد. در دریایی که یخش آب نمی شود موجش تا ساحل نمی رسد. دنیا به مانند دامی است که چند کنج دارد و به هر کنجش عقیق و مرجان ریخته شده است و فرزند انسان باید به این دام نافتد. خدا نکند و افتادی. پس بدان که عملهای رحمانیت به عمل شیطانی تبدیل خواهد گشت. دکتر
باشید تو پرسندین ها رو بین باشید نکنی بیبی جانا کنی بیبی جانا کی بیبی کنی اینجا بیشید نکی من فکرات اونها رو بیند خیلی خورسان می شود جانا کی بیبی نکی بیبی کنی گوش کن چی میگویم موشیم با فکرات اویستکک زنگ زن با خونه بیاید کنی زود زنگ زن علیه دخترم با تو کمک رسانم تشکری انگه جان خدایا نزدم شید چقدر خورسندم خدا آمد خبرم اومدم بیا پینهام شدن خدا شید کودک باز نکن بچه هم شید شد کنی درخواست من پینهام شده فکرت توی پسرم بیا نگاه کن که ها آمدن پسرم انا چای هم تیار бо донистани калима ва воҷаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. воҷаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии воҷанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин воҷанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии воҷаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. илтимос санам, беақлӣ накун ва натарс. мебинӣ бегуноҳ буданат исбот мешавад, ҳамааш хуб мешавад, озод мешавӣ. бубахш маро умар, бубахш маро. санам исто. фикрат, ту чӣ кор кардӣ? ту медонӣ ки чӣ кор кардӣ? медонӣ ки чӣ кор кардӣ? фикрат, гап зан. ин чӣ кори кардан буд? фикрат, бас кунед охир. бибиҷон майлаш фикрат, модоме ки ҳамин хел аст, майлаш. аз ман охирон фурсат хоста будӣ, ана ба ту охирон фурсат. дар ҳамин ҷо қароратро деҳ. ё вай ё ман, интихоб кун фикрат. модарҷон, истои шир, ин ҷо акнун хонаи ту аст. хуб, майлаш, рафте бачаҳо. дар ин ҷо мо дигар ҷой надорем. янга
ینگه ببخشید. رفتیم بچه ها، رفتیم. مگر این خیلی ممکن است؟ همه‌اش نو خوب شده بود. یکون ذره عقل نداری فکرت. حیفی تو. مرو گوشتی فکرت جیگرم رو کاری شده کن صدقه. بیا همه‌اش عیبی تو اویلت رو صاحبی کردن نتوانستی. اوشی یاده در پو فرزندانت رو نمیدیدی، با اونها پدری نکردی، یک بار هم احوالشون رو نپرسیدی. من تنها چی کار کردم میتوانستم؟ دخترم خانه آدم شود گفتم، نشد. بدبخت شد. بیسرم در نزد تو بود، کاری اومد گفتم آدم شود گفتم، لیکن نشد. آهاشیم خانه همون ویران می شود و تو تماشا میکنی. عیبی من هم هست. من هم اونها رو صاحبی نکردم. همه وقت وظیفه خوب، کاری خوب گفتم. اینها کافی نبودن، نفهمیدن. در پیش چشمم ایواز شدن. یگان کار کردن نتوانستم. قوتم نرسید. دعای کردم کافی نبودن. خدایا مرا ببخش. علیا دخترم ایستا نرم. علیا سانم ایستو. با گریختن وضعیت رو بدتر بکنی آخی. هر یک انسان تقدیر دارد. فرزند انسان همه وقت از پس تقدیر می دود، لیکن مهمشان است که به سوی تقدیر چه خیل می دود. علیا دخترم قربانت شوم. التماس نرو. مرا گذاشتن نرو. مرا به این هوا من دیگر برگشتن نمیرم. علیا صدقات شوم. دختری زیبایی مرا پرتاز نرو. یا با خانه میرم دخترم. صدیقه به خانه‌ات رفت. صدیقه کاری شدگی شد. تقدیر به مانند اسراری هست که کس آن را اول نمیفهمد. با تقدیر وقتی روبرو میشویم که وظیفه امان را در این دنیا اجرا میکنیم. چیزی که به سرمان می آید جلوه تقدیرمان می باشد و مهمشان که تقدیرمان از خصلتمان وابسته است. مادر جان. علیا دخترم بس کن. دخترکم گریه نکن. آرام شو. سربت بس کن. سربت بس کن. سربت بس کن. بیزرم با تو چی شد؟ شما مرا نمیخواید. بمونند پدرم شما مرا دوست نمیداره. من به هیچ کس لازم نیستم. شما مرا دوست نمیداره. هیچ کس مرا دوست نمیداره. جان واقعا چی شد؟ بیای شیلا، اتاق خوابت رو به تو نشان دهم. به این اتاق نمیدراید. اینجا اتاق علی است. نمیدراید. مادر برس کنید. صدقه اینجا بیا. وقتی کودک بازی نیست. تو گپ نزن هاشیم. تو به این کردار نشو. همه شای بی تو هاشیم. مادر اکنون اینقدر عصبی نشوید. آخر دلتون بیمار است. تو دیگر غمی مرا نخور فکرت. تو امروز مرا زنده به خاک سپردی. نبرهایم. علیم حاضر احوالم از مرده هم بدتر است. صدقه یک روی نکن. اینها اکنون کودک نیستند. میفهمی تو یا نه؟ فکرت التماس مجبور نکن. مایلش مادر جان خواست شما شد. مرا مادر نگو. مایلش مادر. ایشیل در این اتاق نمیستد. در دیگر اتاق میستد. بیا رفتیم. من ندرهایم رو میخواهم. کلیدم رو میخواهم. بیا خیس صدقه. خیس. نه در این خانه نمیستم. من هم میروم.
صدیقه با خود بیا. در اینجا نمیستم. سانم ایستو نگوریز. سانم ایستو. سانم. سانم. چی شد با تو عمر؟ چشمانت رو کش عمر. نه ما رو هیچ کس دوست نمیدارد. اکا جون ما رو به حالم گذار. رفت از اینجا. اکرم با من دو زد. گریه نکن دخترم. ثروت درو کشو. ثروت درو کشو. ثروت کشو میگویم. دخترم او رو راحت گذار. بس. مادر جون اکرم با من دو زد. شد دخترم. شد. رفتیم. عمر مرا تنها نگذار. التجا میکنم. مرا تنها نگذار عمر. من به تو زندگی کردن نمیتونم. اگر با تو یگان چی شود من میمیرم. عمر چشمانت را کشو. عمر التماس. خدایا شکر. تو برای من چقدر خوبی ها کردی. عشقت را برای من فدا کردی. برای مرا خلاص کردن چی کارهایی که نکردی عمر. من تو رو خیلی دوست میدارم عمر. خیلی دوست میدارم. یگانه کسی که مرا میفهمد این تو هستی عمر. در زندگی یگانه کسی که به من باور میکند این تو هستی. التماس منو تنها نگذار. چشمانت را کشو عمر. شاید برای این گپ ها را گفتن به تو حق ندارم، لیکن باور کن من تو رو دوست میدارم عمر. ایستا و هیچ کجا نمیروی. عقلت رو با جایشمان صدیقه با خود بیا. تو دیوانه شدی مگر کاری کردت ای بس. اگر روی با کجا میروی؟ من میروم. صدیقه مرا دیوانه نکن. دادوبای هم نکن. البته پسرمون یک چیز رو میداند. علیه با من بخل نبود. رفتنش خوب شد. این خیل نگوی خوشی. این خیل نگوی. شما غمی او را نخورید. میگذارد راحت باشید. صدیقه بیا 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 به خانه درآ. بیا درآ.
مادر جان چرا آوازش نمیبراید؟ ثروت ثروت با فکرم خوابی کودک برده است. رفتیم دخترم. تو در اینجا خواب میکنی، من باشم در آنجا میخوابم. زیغ نشو. مادرم رفام علیه رو خیلی دوست میدارد. بیا از خانه دور شوی دست کشیم. آنها مرا نمیخواهند. اکنون قرارمون رو دادیم. با حقی برگشته نمیشود. همین که از علیه جدا شدم زود نکاح میکنیم. بعد هیچ کس هیچ چیز گفته نمیتواند. پدرم راضی هست. مادرم باشد آهسته آهسته عادت میکند. تو زیغ نشو. وای یک دوگانه هم زنگ میزند. سلام مریم. باز چی گویم؟ کی بودنش رو هنوز نمیدونم. چی شد؟ چرا با من زنگ زدی؟ ببخش گپ زده نمیتوانم. تمام. یگان مشکلی نیست. تلفن رو خاموش میکنم. دوگانه هم مریم از شهر با خانه دور میشوم گفته بودم. سلام. 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 خدایا من رو دوست میدارن. دوست میدارن. دوست میدارن. آرام شوید. دقت. خانم سنم با یک ماشینی سبکروی رنگ جگری نشسته گریخت. تو در اینجا بودی؟ شد شیرینکی من. گریه نکن. حاضر تو رو با نزدی پدرت میبرم. شد گریه نکن مالش. چیکار کنم؟ شد گریه نکن. همش خوب میشود. حاضر یگون ماشین اوید تو رو با اون چینونده با نزدی پدرت میفرستم. کجا شدی؟
بابا مفید است همش از برای من خدایا چیکار کنم اینجا چی واقعیه؟ ثروت کوشو گفتم مادر جان بازگون فلو کرده شود ثروت در رو کوشو ثروت کوشو پسرم اگر چاره نداریم در رو میشکنیم سنم خوب هستی؟ با کودک چی شد؟ ماشین رو با کار میدن آورد نگاه کردم نیست تنانی کفشاش موندن چیکار نکنم با رفت میشود سنم شد بس کن سنم شد سنم آرام شو سنم شد تمام آرام شو سنم تمام بس کن تمام شد خدا رو شکر ثروت خدایا توبه ثروت گریخته است صدیقه آمدم علیا دخترم میدونستم که میآید بیا دخترم درو من آنها را پیش میکنم بچه ها در کجاید برای چی آنها را نآوردید ثروت کجاست نرگس کجاست ینگه جان ثروت از خونه گریخته است شب از تیر زفر آمده است خواطرم میترسم که یگون واقعه نشود ثروت در همینجا صدیقه نه ثروت در اینجا نیست خدایا باور نمیکنم ثروت از خونه گریخته است بیاید زود رفته او رو میکوبیم ما هم میکوبیم با کجا رفته باشد با کمک اون زام نشدم یک کودک را نگاه کرده نتوانستی فکره این رو تو میگویی اینها رو بینیده هم گناهکارند هم سوری میکنند چخیلی که میگویند دوستی زور صاحبی مال بست است هاشم به خود بیا هاشم ندیرم گم شده است تو باشی بهوده گپ میزنی برای چی ایستاده رفته ثروت رو کوبه دیابه رفتیم پدر من هم با شما میروم نه تو با کودکی من کاردار نشو تو کی میشوی ها تو کی میشوی کاردار نباش کاردار نباش دخترم شد آرام شو دیگر با زندگی من کاردار نشو کاردار نشو رفتیم دخترم تو در خانه ایست رفتیم ثروت رو کوبیم خیر کوبیشین سنم بیوشین زنگ میزنیم اومده میگیرند چرا ایستاده ای؟ تو رو عمر من نمیروم بس کن سنم یک روی نکن با این خیل گریختن هیچ چیز را اثبات نمیکنی اگر رها یافتن خواهی باید نگریزی نه تو بیگناه بودنم رو اثبات نکنن تسلیم نمیشم
کودکро ба падараш бубар. санам биё акнун бегуноҳ буданатро танҳо дар мурофиа мефаҳмӣ. санам аз ту ҷудо намешавам умар. агар ба ҳафт шинам туро дигар намебинам. кӯдакро мекӯбанд. ҳамаашон рафтанд. пагу ҷудо мешаванд. бале, ягон мушкилӣ нест. вай, ман... алло? بدکیردار بیناموسی خانه ویران کن. شودکنان شد میگویم. کودکان رو نرنجاند. کودکان رو گریان نکن. من دست نرسان. خانه بچه ها رو ویران نکن میگویم به تو. با من گوش کن دیوانه. با کارهای من بینیت رو نخالون وگرنه تو رو میکشم. فهمیدی؟ میکشم. بچه ها نرس. آنها رو به حالشان گذار. دلت به طفلکان نمیسوزده؟ تو چی طور میتوانی آنها رو از پدرشان جدا کنی؟ چی طور؟ اگر خانه آنها رو ویران کنی من تو رو میسوزانم. شیل همش رو میدانم. رفته به فکرت میگویم. گوش کن دیوانه. اگر یگون بیعقلی کنی، اگر به فکرت گپ زنی، تو رو به دیوانه خانه جای میکنم. کودک ها رو باشد میکشم. آقای عمر تشکر. تشکر کمیسر. سلامت باشید. آقای عمر، گریختنی همسرتان بر ضرری است. آقای کمیسر، خیلی مجبور کردم که تسلیم شود، اما او از من هم میگریزد. میدونید اگر تسلیم نشود وضعیت را بدتر میکند. آن زنی که با او گریخته بود با ما بیانات دروغ داد. دلیل ها در دستمان. باوری داریم که او خانم سنم را مجبور کرده است که با او گریزد. دیر نشده همسرتان را یافتن لازم. باید زودتر اون کس را به محکمه روان کنید. برای همین کوشش کرده ایستادم. سلام دخترم. بیا درو. و در اون درو. نترس، در اینجا پلیس ها نیستن. بیا دخترم. شین دخترم. در اینجا شین دخترم. شین. تا کجا میگریزی دخترم؟ و از کی میگریزی؟ از پلیس؟ از خودت؟ یا از ترسایت؟ یا از قلبت؟ سعیده التماس اراز نظرم دور کن. از عشقت نمیگریزی اپا؟ از عشقی که این روی مولچه رو با خونش رنگ کرده است نمیگریزی؟ بس کن سعیده. اپا من فکر میکنم که اون حسیاتی که با این روی مولچه گفتن میخواستی خشک و خالی نیست. از عشقت دست نکش. اگر او رو در حقیقت دوست داری مبارزه بر. روی مولچه رو بگیر. از اون نمیگریزی. تو اون رو با خونت رنگ کرده ای اپا. نصف دیلت رو گذاشته ای. کس نصف دیلش رو گذاشته نمی رود. معلوم است که از قلبت میگریزی، اما از قلب نمیگریزم دخترم. تو به مثل پروانه هستی که در گردی روشنی دور میزند. تو در گردی قلبت دور میزنی. از ترسی زیاد سراسیمه شده ای. ترس عقلت را برده است. قلبت را هم چخیلی که من میبینم درونی تو از اسیان پر شده است دخترم. همه وقت خطا میکنم اما که قربان سرم دایم در بلا است.
حیرانم، نمیدونم چیکار کنم. سر خالی سگ احساسی عقل می شود دخترم. احساس به کدام رنگی ندارد، گریه کند، خندد، عذاب کشد، خوشبخت شود، به مانندی بوقلمون رنگی بز می کند، انسان را هم پریشان می کند. بعد از این عقل رنگی احساس را نگاه کرده فکر می کند، دنیا را به کدام رنگی که نگاه کند هماخل فکر می کند. این هم انسان را پریشان می کند. لیکن عقل اگر مستحکم باشد احساس را نظارت کرده می تواند. به مانند بوقلمون رنگ دیگر نمی کند. اگر عذاب کشد واهمه نمی کند. با این واهمه فکرهای هر خیره نمی کند. حتی به حقیقتی که خدا نشان داده تسلیم می شود. در همه چیز خیر می کابد، فکر می کند و از چیزی درست در دلش الهام پیدا می شود. به احساس نیو آهواه انسان ها نگاه می کند. هر فلاکتی که در دنیا می شود عقلش را خراب نمی کند، واهمه نمی کند. دخترم اکنون نگریز، نه از قلبت گرید، نه از پالیس و نه از خودت. در همه کار یک پاره خیر هست. چیزی بوده را همان خیل خوان. نباشد شیطان در رگ انسان به مانندی خون می گردد. به عقلمان، فکرهایمان به استخالت می کند. نشستنمان دیگر، راه گشتنمان دیگر شیطانی می شود. این هم دوستانمان را از ما جدا می کند. نازی بسیار عشق را نابود می کند می گویند. من هم می گویم که با عشق نابوده شیطان بازی می کند. قدم هایت را دانسته گذار دخترم. مادر باز ما رو گوش میکنید؟ به خدا که گوش نمیکردم. به این دختر نگاه کنید و من عقل یاد میدهد. مرا فریب نمیدهی، من به تو نشان میدهم. حالا هارون با مادرش بیاید من میدانم چیکار کنم. مادر باز مادر بوده است. نیست، باغ را دیدیم، بچه ها رو پرسیدیم، هیچ کس ندیده است. با مکتب هم رفتم، نه آمد است گفتم. بیایید به هر طرف تقسیم شده میکوبید. سنم؟ سرما سرما اجازت درایم. کاظم پسرم، من آمدم. تو در کجایی؟ انا کجایی؟ نگاه کن با تو چه گرفتم. همه این بروی تو گیر. گیر پسرم، خور. سرم اجازت یک در نظرتون نیستم اپای جمیله. التماس میکنم مرا به هیچ کس ندید. مرا مثل فرزند خودتان دونه. فرزندهای من نمردند، آنها میآیند. آنها نمردند، آنها نمردند. مرا به هیچ کس ندید. کاظمی من البته نمیدیم. تو پسری من هستی. تو رو از دستی من هیچ کس نمیگیرد. تو غم نخور. من کاظم نیستم، لیکن میدونم ثروتم، میدونم جانی من. التماس فکر کردی که با گریختن خلاص میابی؟ با پلیس خبر میدیم. التماس سرما، التماس. سر
фарди ту як тарафист духтарам ман худам бо полисгар мезанам рӯз бахайр хонум лабай оғои полис шуморо гӯш мекунам бубахшед хонум санамро мекубед ҳозир ба инҷо як нафари ба ӯ монанд даромад не хато кардед вай духтарам буд нав ба хона даромад сурма духтарам кани берун баро яна худаш бубахшед хонум бубахшед майлаш ҳеҷ гап не модар шумо чӣ кор карданатонро медонед як гунаҳгорро ба хона роҳ додед сурма чизеро ки намедонӣ гап назан охир ин санам аст духтари амака хеша хуш омадӣ духтаракам биё даро шарм надор даро سلام علیکم و علیکم امک قربان اجازت میدی جانم با تو گپ دارم مرحمت امک چرا نه حضور شما رو تاج سر میکنم دکتر پسرم در اینجا همه وقت شکایت دیدی همین طور شاهدی عذابها دردها شدی برای شاد کردن آنها کوشش کردی اما ولی لیکن به دردی خودت دوا یافته نتوانستی به فکرم همه این دردها را با خود گرفته ای امک قربان من در کجا خطا کردم خطای من چی بود که این خیل شد شین دخترم گذر شین دخترم در اینجا تو رو هیچ کس نمیوبد خاطر نشو نترس دخترم پلیسا تو رو در همه جا کوفته ایستادند من تو رو به مانندی گوهرکی چشمم احتیاط میکنم آه دختری بی تقدیر آه دختری بی طالع به خدا دلم به تو میسوزد تو رو خیلی دوست میدارم سنم تشکر زیادی اکا جان تشکر خدایا این چی روز است این چی عذاب است که تو میکشی خدا دشمنت را کور کند طاقت دیدن عذابهای تو رو ندارم تو عمر رو دوست میداری میدانم پنهان نکن از چشمانت معلوم تو هم مثلی سعیده خیلی آواره شدی مثل موسیچه بیگناه دایم در حراسی از حبس میترسی از عمر جدا میشوم گفتم میترسی همین طور نه دخترم تو رو میفهمم دخترم من به تو یک چیز میگویم دخترم عمر هم تو رو دوست میدارد با خدا که راست میگویم وگرنه برای چی دایم و سنم گفته از پست میدود تو به سرما نگاه نکن ولی سوده بی عقل است سرما ذکر نشود گفته عمر به تو دوست داشتنش رو نمیگوید قدری شوهرت رو دون سنم او رو از دست نده شوهرت رو احترام کن همش خوب میشود و گپای من گوش کن دخترم من به تو بدی نمیخواهم فهمیدی؟ خدای توبه مرا تلخ کردی کو سرما حاضر من به تو رفته خوراک میارم شاید گروس نمونده باشی سنم جون من حاضر آفرین خانم سنم در آخر موفق شدید Кондитерская фабрика «Ата» – крупнейшее предприятие Кыргызстана. Ее продукция, благодаря отличному вкусу, приятному внешнему виду и приемлемым ценам, смогла быстро завоевать любовь потребителей. «Ата» – самое сладкое удовольствие.